اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به امید قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان در این ماه مبارک میرسیم به بخش ششم از سلسله فایل های نکات تفسیری با توجه به کتاب جواهر القرآن امام غزالی رحمت الله علیه که در این بخش به نکات جزء 16 17 و 18 قرآن کریم میپردازیم. در جزء 16 پروردگار اشاره داره به این که بسیاری از ما وقتی در زندگی شخصی یا اجتماعیمون به بنبست میخوریم گمان میکنیم که خدا ما رو رها کرده و در مدیریت امورمون به جای ساختن سد در برابر ناملایمات به دنبال بهانه میگردیم. خب در این جزء قرآن میخواد به ما نشون بده که چطور با داستان ذوالقرنین و مریم و موسی علیه السلام یک ساختار پیروزی در بنبست ها رو به ما نشون میده. داستان ذوالقرنین در حقیقت یک مدیریت جهادی و عدالت گستر یا انصاف گستره. خب در انتهای سوره کهف ما با ذوالقرنین آشنا میشیم و به داستان اون بر میخوریم. حاکمی که میتونیم بگیم نماد قدرت در خدمت حقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض. اشاره میکنه که ذوالقرنین برخلاف حاکمان ستمگر یا مستبد به مردم نمیگن که خودم همه چیز رو حل میکنم و شما نمیفهمید، بلکه اشاره داره به این گفته ذوالقرنین که به اونها میگه مرو با نیروی انسانی خودتون یاری بدید، اعینونی بقوه، و به کمک همون مردم خودشون، یعنی بین اونها و مفسدین و فساد که یأجوج و مأجوج بودن، سدی از آهن و مس میسازه. امام غزالی در فصل 6 جواهر القرآنش میگه آبادانی زمین، آبادی زمین و دفع موانع راه، یعنی موانع طریق، از وظایف اصلی کسی که میخواد به مغز حقیقت برسه. و باز اشاره میکنه یکی دیگه از تعریف های بندگی رو برای ما بیان میکنه که بندگی یعنی ایجاد امنیت برای ضعیفان جامعه. بعد از اون میرسیم به سوره مریم. سوره مریم با داستان زکریا و مریم آغاز میشه. داستان کسانی که از دیدگاه مادی چه بسا ناتوان بودن اما اراده الهی اونها رو به اوج میرسونه. قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. این از زبان زکریا علیه السلامه که با وجود پیری امیدش رو از دست نمیده. امام غزالی معتقد رحمت خداوند یک جوهری که در ظرف صدق و راستی با پروردگار ریخته میشه. و یک درسی میتونه اینجا برای خانواده ها وجود داشته باشه از مریم علیه السلام که در اوج تنهایی و تهمت مریم میاد و به فرمان سکوت و روزه پناه میبره. این در بحران‌های زندگیمون، در مشکلات زندگیمون گاهی میبایست ما خویشتن‌داری داشته باشیم و سکوت متفکرانه، چرا که این دو، یعنی خویشتن‌داری و سکوت متفکرانه، بیش از فریاد زدن میتونه حقیقت رو برای دیگران آشکار بکنه. و به قول مولانا که میگه تا مریم جان تو نزاید عیسی، بیهوده بود صوم و صلات و تقوا. چون مریم جان از تن خود یافت رهایی، عیسی نفس یافت ز هر درد شفایی. یعنی تا مریم جان تو، اون عیسی رو حضرت تشبیه میکنه از داستان عیسی علیه السلام، اون رو به دنیا نیاره، اون اعمالی که انجام میدیم برای ما بیهوده است. نکته آخر در این جزء، یعنی جزء 16 در سوره طه است و مبارزه با فرعون نفسه که دعای موسی علیه السلام رو هنگامی که مأمور رفتن به سوی فرعون شد ما میبینیم که یک روانشناسی موفقیت در او نهفته است. قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی.
میتونیم بگیم اولین ابزار مدیریت و تربیت در خانه و جامعه شرح صدره، یعنی همون گشادگی روان و سعه صدر و تحمل بالا. کسی که دلش تنگه و تنگ نظره زبانش گره میخوره و در برابر مخالفان به جای منطق و استدلال به خشم متوسل میشه. ما باز میتونیم بگیم که بندگی یعنی از خدا خواستن که ظرفیت وجودی ما رو بزرگ بکنه تا بار سنگین مسئولیت‌های اجتماعی و خانوادگیمون رو به دوش بکشیم و زیر اون بار خم نشیم. در جزء 17 پروردگار اشاره به یک مسئله مهم داره، یک دردی که میتونیم بگیم درد خیلی از ما هستش و اون درد غفلت از حساب قیامت و بحران تکثر و تفرقه هستش. ما خیلی وقتا گمان میکنیم که هر پیامبری راه جداگانه خودش رو آورده و راه جداگانه خودش رو رفته، در حالی که ریشه تمام ادیان از یک منشأ سرچشمه میگیره که همون حقیقت یگانه و واحد که پروردگار باشه. و امام غزالی در جواهر القرآن تبیین میکنه که شناخت احوال انبیا از علوم عمیق قرآن است که برای ترسیم مسیر سالکان حق نازل شده و میتونیم در قرآن ببینیم که پروردگار چگونه با یادآوری نزدیک بودن حساب و پیوند عمیق تمام پیامبران یک ساختار وحدت وجودی رو برای انسان ترسیم میکنه که ما این رو در سوره انبیا میبینیم و این سوره با هشدار تکان دهنده برای هر یک از ما آغاز میشه. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. اشاره داره به این که حساب همه ما نزدیکه اما ما در پوسته دنیا سرگرمیم. قرآن در این سوره سرگذشت پیامبران رو از ابراهیم تا یونس و ایوب ذکر میکنه تا بگه همه اونها در یک جبهه واحد در برابر باطل ایستاده بودند. نکته بعدی در این سوره بحث خواستن و دعا کردن و نیایش بلخص در بنبست ها از ایوب گرفته تا یونس علیه السلام. زیباترین لحظات نیایش در سختی ها در این جز ثبت شده. اونجایی که ایوب علیه السلام در اوج بیماری میگه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. ایوب نه تنها خدا رو متهم نمیکنه بلکه به رحمت پروردگار پناه میبره و امام غزالی معتقد این دعاها جوهره تسلیم هستند که دل رو از اون زنگار شکایت پاک میکنه و باز یک تعریف دیگری از بندگی رو برای ما بیان میکنه که بندگی یعنی دیدن مسبب الاسباب در میانه رنج ها. نکته آخر در جزء 17 در سوره حج که در حقیقت سوره حج کالبد شکافی یک تحول بزرگه و میخواد به ما بفهمونه که حج به عنوان یکی از ارکان اسلام تنها یک مناسک ظاهری نیست، بلکه خداوند میگه گوشت و خون قربانی به خدا نمیرسه بلکه یناله التقوا منکم، تقوای شماست که برای پروردگار مهمه. و میتونیم بگیم حج تمرین برابری جهانی و نفی امتیازات طبقاتیه. و امام غزالی باز در جواهر القرآن اشاره داره به این که آبادانی منازل طریق، آبادانی منازل راه ها یا همون نظم اجتماعی حج باید بنده رو به معرفت ذات برسونه، وگرنه تنها صدف و اون ظاهر رو از حج لمس کرده. بنده تنها صدف و اون ظاهر رو لمس کرده. در جزء 18 در این بخش ما برمیخوریم به بحران شخصیت و فروپاشی حریم‌های خصوصی و میتونیم بگیم یکی از مسائل و دردهای جامعه ما اینه که رستگاری رو صرفاً در ثروت میبینیم و تهمت و بی‌حیایی رو ابزار برای قدرت قرار دادیم. ما در سوره مؤمنون و نور پروردگار میبینیم که یک ساختاری رو از یک جامعه تراز برای ما مشخص میکنه که در اون امنیت دل و جان برقراره و این جز با سوره مؤمنون شروع میشه با یک بیانیه قطعی که قد افلح المؤمنون. خداوند 7 ویژگی رو برای رستگاری ذکر میکنه
که 7 ویژگی به طور مختصر اینه: خشوع در نماز، رویگردانی و پرهیز از لغو و بیهودگی، پرداخت زکات، پاکدامنی، امانتداری، وفای به عهد و مداومت بر نماز. اعراض از لغو و بیهودگی در بین این 7 مورد به معنای مدیریت زمان و تمرکز بر هدفه و جامعه‌ای که در لغویات، شایعه‌ها، فضای مجازی بی هدف و بحث‌های بیهوده غرق بشه، میتونیم بگیم که هرگز به اون فلاح و رشدش نمیرسه. و در انتهای این بخش، یعنی بخش ششم، میرسیم به دو نکته از سوره نور. اول اینکه در سوره نور پروردگار یک مهندسی امنیت اخلاقی رو برای ما ترسیم میکنه و به نمایش میذاره. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. عفاف و پاکدامنی تنها برای پوشش نیستش، بلکه ریشه این عفاف در نگاه همون بصره. امام غزالی میگه چشم روزنه دله و اگر شهوترانی از راه چشم وارد بشه، مغز ایمان ما رو فاسد میکنه و امنیت خانه در گروی قد بصر یا همون چشم پوشی از عیوب همدیگه و نامحرمانه تا نور الهی در کانون خانواده پیدا بشه. و سعدی میگه بگفت آنجا پریرویان نغزن، چو گل بسیار شد پیلان بلغزن. این یعنی برای لغزش نکردن میبایستی از محیط‌های آلوده چشم بپوشیم. و نکته آخر در این بخش میتونیم بگیم یک شاهکار عرفانی قرآنی که الله نور السماوات والارض، خداوند خودش رو نور معرفی میکنه. و امام غزالی در کتاب مشکات الانوار که ریشه در همین آیه داره برای ما تبیین میکنه که تمام هستی تجلی نور حقه و ما تنها به شرط پاکی آینه دلمون میتونیم این نور رو در خانه های دلمون پیدا بکنیم و بتابونیم و این خانه های دل میتونه از گذرگاه مساجد و قلوب مؤمنین هم بگذره. پروردگارا به ما شرح صدر موسوی و نزاهت مریمی عطا بفرما. ما را چون ذوالقرنین مصلح و سدساز در برابر فسادهای زمانه قرار بده و قلبهای ما را از زنگار ناامیدی پاک بگردان.